روز 16 فوریه سال 2017 ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین اسلوف با وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صلاح الدین ربانی و اینچنین تحت رهبری آنها مشورت‌های دو جانبه نهادهای سیاست خارجی دو کشور برگزار شدند. بعداً روز گذشته وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صلاح الدین ربانی به شهر ترسونزاده تشریف آورد. مهمان عالی قدر را در درآمدگاه شهر ترسونزاده دهه آریان جماعت دهات قره‌طاق رهبری شهر حجاءالدین سلامزاده، شورای دیرکتوران شرکت تالکو شیرعلی کبیرов، دیرکتور اداره کننده کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک حامدزاده عبدالرحمان و دیگر نمایندگان مقامات محلی با نان و نمک و گل و گلدسته ها استقبال گرفتند. سپس وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک تشریف آورده از سیخ ریختگری این کارخانه بزرگ دیده نمود و لحظه چند بار رهبری کارخانه صحبت نمود و دایره استحصالی محصولات باصفت بهای بلند داد. صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ذکر نمود که مردم همزبان دوست و برادر تاجیک امروز با مهنت صافدلانه خویش با دولت‌های آسیا و اروپا رابطه همکاری را وسیع نموده با استحصال چنین محصولات‌های اعلی‌صفت در دنیا شناخته می‌شود. بعد از بازدید از سیخ ریختگری کارخانه صلاح الدین ربانی با سرخانه کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک تشریف آورد و یک از محصولات استحصال شده کارخانه و تاریخ شهر ترسونزاده از نزدیک شناس گردید. مقصد از تشریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صلاح الدین ربانی راهاندازی اقدام‌های مشترک و توسعه پایه شرط‌نامه‌ای حقوقی مناسبت‌ها جهت گسترش بیش از پیش همکاری در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، انرژتیکا، کمیونیکاسیا، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، تندرستی، علم و معارف میباشد. در پایان سفر کاری صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با کتاب خاطرات آثارخوانه به خاطر رشد منبعی فعالیت شرکت تالکو تأثیرات خود را انشا نمود. از نام کارخانه ما از نام جمهوری تاجیکستان شما را یک توفیق تبریک می‌گویم. این مهنتی دستی همین مردم تاجیکستان در اینجا انعکاس شده است. سنگ پیروزه وارد سنگ پیروزه. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов، شهر ترسونزاده، جهانما.